خب سلام عرض کردم آقای پروستان عزیز، خسته نباشید. امروز 8 مهر ماه هست که در خدمتتونیم برای سرویس مجدد. تشریف آوردید از این پک دکتر تاکسی استفاده بکنید. خیلی خلاصه و مختصر بفرمایید که چقدر با این روغن تو حرکت داشتید از سرویس قبلی تا الان و شرایط موتور. عرضم به حضورتون حدود 23,000 تا من استفاده کردم. شرایطم که واقعا صدای موتور عالی، خوب. چند تا سرویس آدم جلو میفته تعویض روغن‌های بی‌کیفیت بازار. خب من از سال 96 میرسم خدمت شما، همش هستم. کیفیتش خوب نبود که هیچ موقع نمی اومدم، ولی راحتم. کیفیت عالی، خیلی خوب. الانم اومدم، اینم گیج رو میکشیم که عرضم به حضورتون نگاه کنید. یه ذره هم حتی کم نکرد، یه ذره هم کم نکرد، هنوز چسبندگی. یه بار دیگه گیج رو برای دوستان بزنید جا و تمیزش کنید، بزنید. بله تو این 22,000 تا سرریز یا کم شدن داشتید یا نه؟ به هیچ عنوان، به هیچ عنوان. حتی 100 سی سی همونی که ریخته بودم اون پک 5 لیتر رو، همون پک 5 لیتر بوده و به هیچ عنوان چیزی نه کم شد نه سرریز شد. یه بار دیگه. بله چقدر هم شفاف، خوب و گیج الان کاملا پر هست. بله. خیلی ممنون. از لحاظ کیفیت موتور هم عالی، صداش فوق العاده خوبه، شتابش واقعا خوبه و عرضم به حضور شما رو راست بگم، زمانی که به اصطلاح شما کار میکنه هر راننده‌ای صدای ماشین خودش رو میدونه. بله من واقعا صدای موتورم خیلی نرمه، خیلی راحته، خیلی خوبه. خب این یعنی قطعات رو درست کار میکنه، روانکاری خیلی درسته. من راضیم. خیلی ممنون. متشکرم. ان شاءالله که با این پک هم بتونید یه 20,000 کیلومتر حرکت بکنید و یه توجیه اقتصادی داشته باشه. اما چیزی که برای ما همیشه مهم هست و به دوستان توصیه کردیم، سالم ماندن قطعات موتور هست. یعنی با تشکیل اون لایه محافظ توسط این محصول دکتر تاکسیمون، اون قطعات از میلنگ یا تاقان، سوپاپ ها، هر قطعه فلزی با اون روکش محافظ سالم میمونه. خیلی ممنون از محبتتون. تمام. خداحافظ. خداحافظ.